امروز یه جوابی شنیدم که تقریبا لال شدم. بهش گفتم چرا مصاحبه قبول شدی ولی سر کار نرفتی؟ میدونم حقوقش کمه اما از هیچ که بهتره. فعلا موقتا برو تا بعداً شغل مناسبتری پیدا کنی. یه نگاهی به هم کرد و گفت بعد از چند لحظه گفت عزتی که توی هیچ هست رو با کم معامله نمی کنم. اولش هنگ کردم، بعد دیدم واقعا درست داره میگه. گاهی اوقات هیچ از کم بهتره. هنوز جمله قبلی رو حذف نکرده بودم که توضیح داد کم مثل اعتیاد آلودت میکنه، ترسود میکنه، به کم وابسته میشی. بعد از یه مدت به هر خفتی تم میدی تا همین مبلغ رو ازت نگیرن و بال و پر تو میچینن. و چقدر